در شهر پشاور پاکستان تظاهرات طبیبان بر ضد بسته شدن بخش تعلیم تخصص طبی برپا شد. حکومت محلی وعده می‌دهد که برابر بسته شدن بخش تعلیم تخصص طبیبان با راه‌های دیگر امکان بالا بردن تخصص آنها را اندیشه خواهد کرد. ولی طبیبان محلی میگویند اگر بخش مذکور بسته شود آنها مجبور خواهند شد که برای بالا بردن تخصص یا خود اسپسیالیزاسیا به خارجه سفر کنند. اما بسیاری ها چنین امکان نخواهند داشت. در کشورهای زیاد عید میلاد مسیح بر پایه سالشماری نصرانیان ارتدوکس و یا پروسلاو برپا شد. در پایتخت سربیا شهر بلگراد صدها نفر در جمع آمد عیدانه اشتراک نموده به همدیگر نان تقسیم کردند. عنعنه است که اگر کسی در داخل نان تنگه پیدا کند او را سال خوشبختی در پیش است. در پایتخت گرجستان راهپیمایی معروف علیلا دایر شد. در گرجستان اشتراک کنندگان علیلا اثنای راهپیمایی نان و شیرینی جمع کرده سپس آن را به صغیرخانه ها توزیع می کنند. در کلیسای مرکزی بیشکک هم مردم زیادی برای جشن عید میلاد مسیح گردی هم آمدند. نصرانی های ارتدوکس 15% اهالی قرقیزستان را تشکیل می دهند. آنها اکثرا روس، اوکراینی و بلاروس می باشند.